سرخط مهمترین خبرها. پیشبینی کارشناسان قرب $1 به 83 روبل می رسد. افزایش نرخ سوزشواری دیزلی در سوخت. و جو بایدن گفت به اوکراین $800 میلیون دیگر کمک می کند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 1 ایول است. یک شرکت سرمایه گذاری پیش بینی کرده است که قرب روبل در سال آینده پست می شود. متخصصان شرکت رنایسنس کپیتال در گزارش نوشتند که سال 2023 قرب $1 تا 83 روبل بلند می شود. فعلا قرب $1 به 51 روبل برابر است. در گزارش رنایسنس کپیتال آمده است که پایان روی قرب روبل در آن حالت امکان پذیر است که روسیه صادرات نفت را به اروپا تا 50% کم کرده، نرخ یک بشکه نفت نوع برند تا $100 کم شود. اقتصاددان‌های رنایسنس کپیتال که قرارگاهش در لندن است نوشتند پایان و بالاروی قرب روبل تاریخاً به پست و بلندشوی نرخ نفت در بازار جهانی وابسته است. ماه ایون اتحاد اروپا درباره کاهش واردات نفت از روسیه خبر داد. اورسولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا گفت تا آخر سال انتقال نفت روسیه به کشورهای عضو این سازمان تا 90% کم می شود. متخصصان شرکت رنایسنس کپیتال در بدترین سناریو نوشتند اگر روسیه به جای اروپا بازار نفت نیابد قرب $1 می تواند تا 93 روبل بلند شود. به نوشته رنایسنس کپیتال در بهترین حالت قرب $1 تا به 74 روبل برابر می شود. روز 24 فوریه امسال نیروهای روسیه به اوکراین حمله کردند و غرب علیه مسکو تحریم‌های سخت جاری کرد. دوام یک ماه اول جنگ قرب روبل به طور نظررس پایان رفت ولی بعداً دوباره جای خود را گرفت. موضوع پایان و بالاروی قرب روبل در تاجیکستان هم مهم است چون اکثر مهاجران مبلغ‌های خود را به این اسعار می‌فرستند. صبح امروز امتحان‌های مرکز ملی تستی برای قبول دانشجویان به دانشگاه‌های عالی کشور آغاز شد. طبق اطلاع رسمی در 18 شهر و ناحیه انتخاب شده جمهوری از جمله ناحیه اسماعیل سامانی، سینا، فردوسی، شاه منصور، رشت، خوجند، استرافشان، کانیبادام، پنجکن، باباجان غفورов، باختر، کولاب، واسه، دنقره، کوشانیان، جلال الدین بلخی، شهر توز و خاروق برای قبول امتحان‌ها شرایط فراهم شده است. مقامات گفتند دوره اساسی امتحان‌ها تا 7 ایول دوام می‌کند. همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و در برنامه اخبار برایتان گزارش مفصل پیشنهاد می‌کنیم. سوزشواری دیزلی در شمال کشور یکباره یکسانی گرانتر شد. فروشنده‌ها تغییر نرخ را به کمی مال بستگی می‌دهند. پیشتر چنین جهش ها به قرب $1 ربط داده می شد. از ولایت سوخت خبرنگار ما فرزان محمدی گزارش می دهد. در برخی از نقطه‌های فروش سوزشواری در شمال تاجیکستان 1 لیتر سلرکه قریب 13 سومانی و 50 درم نرخ گذاری شد. این در حالی است که تا چند روز پیش این نرخ کمی بیشتر از 12 سومانی بود. فروشندگانش این وضع را به کمچین شدن آن در بازارهای سوخت پیوند می دهند. به این ترتیب نرخ فروش سوزشواری دیزلی تقریباً 1 سومانی بالا رفته است ولی نرخ دیگر نوع سوزشواری بی تغییر است. گرانشوی نرخ دیزل اساساً به کار مسافرکش ها تاثیر کرد. بغیر از خدا مانده استحصال نیست هیچی وای که نمیشه. یا دیگه دولت ما باید منه اگر سرکه من نرمال شده باشد ما 24 اتوبوس میبرد من. قبلا فروشندگان قیمت شدن این نوع سوزشواری را به قرب $1 ربط میدادند ولی روزهای اخیر قرب آن پایان رفته مشتریان منتظر ارزانشوی سوخت بودند. با سبب بالا رفتن نرخ مواد سوخت بهار امسال ارزش خدمترسانی نقلات جمعیتی در مرکز ولایت سوخت هم بالا رفته بود. تاجیکستان محصولات نفتی را از خارج و اصلا از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی بنزین و سلرکه میگیرند.
از چند سال به این طرف مقامات میگویند کارخانه کارکرد نفت در دنغره فعال می شود، ولی آغاز کار آن با سبب‌های گوناگون به درازا میکشد. خریداران جهش‌های نرخ را همچنین به منوپول بودن واردات بستگی می‌دهند. گفته می‌شود مواد سوخت از جانب شرکت‌های وارد کرده می‌شود که به نزدیکان خاندان رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق دارند. این شرکت‌ها تغییر نرخ را هرگز شرح نمی‌دهند. در روزهای نزدیک واشنگتن درباره کمک علاوه‌ای نظامی به اوکراین در حجم 800 میلیون دلار خبر می‌دهد. در این باره جو بایدن پرزیدنت آمریکا در نشست خبری سمیت ناتو در مادرید اطلاع داد. این کمک از دستگاه‌های نوی نظامی از جمله نظام ضد موشکی و تسلیحات عبارت خواهد بود. ما اوکراین را هر چقدر که لازم شود کمک می‌کنیم، گفت جو بایدن. با گفته پرزیدنت ایالات متحده، روسیه برای حمله به کشور همسایه‌اش پرداختی عظیم خواهد داشت و جنگ با شکست اوکراین ختم نمی شود. پوتین فکر کرد که در ائتلاف ما رخنه ایجاد می کند و فکر کرد که ما را ضعیف می سازد و ائتلاف عقب نشینی می کند. در واقع وی برخلاف این را به دست آورد، گفت بایدن. یک خانه محتشم در هنگ کنگ که احتمالاً به گلناره کریمووا دختر پرزیدنت پیشین ازبکستان ربط داشت، ممکن است با قیمت 68.4 میلیون دلار فروخته شده باشد. در این باره رسانه‌های بین الخلقی خبر می‌دهند. به اطلاع رسانه‌ها، خانه مورد نظر سال 2008 با قیمت 36.5 میلیون دلار به شرکت زیرو مکس فروخته شده بود. شرکت مذکور را به گلناره کریمووا ربط می‌دهند. دادستانی کل ازبکستان سال 2017 درباره خانه مذکور خبر داده بود. گلناره کریمووا سال 2015 به 5 سال زندان محکوم شد. او را دوباره سال 2020 با عیب غارت مبلغ‌های بودجه ازبکستان و بستن شرطنامه‌ها بر ضرر ازبکستان، اینچنین از خود کردن اموال دیگران با راه تمجعی به 13 سال و 4 ماه دیگر محکوم کردند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 ایول را فرا میگیرد. از 1 ایول سال 2016 در تاجیکستان نکاح‌های خویش و تبار نزدیکمند و گذشتن از معاینه طبی برای نوخانه‌داران حتمی گردید و باور پزشکان از 26,000 کودک معیوب در این کشور 4,000 یا 35% از پدر و مادر خویش و تبار تولد شدند. 1 ایول سال 2004 مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون مقابله با خرید و فروش انسان را به تصویب رسانید. مقامات میگویند سال ده‌ها حادثه خرید و فروش انسان را آشکار میکنند و اکثر آنها مربوط به تجارت با کودکان نوزاد بوده است. در میان چنین حادثه ها فروش زنان و بازار فحشا هم یاد می شود. در یک حادثه کم سابقه یک ساکن شهر کولاب گفت عزم دارد جنسش را از زن به مرد تبدیل کند، چون به گفتش تمامی 35 سال زندگیش در حالت عذاب روحی و جسمانی قرار داشت. 1 ایول سال 2015 امید گفت برای گذشتن از عملیات جراحی و مقررات حقوقی برای تهیه سندها عریضه داده است. قرب دلار آمریکایی و هم روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه بی تغییر است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان قرب 1000 روبل روسی به 177 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 970 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 1 ایول چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود، ولی شما همیشه می توانید خبرهای مهم را از سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. 2 روز آینده برایتان استراحت خوشخواهانه.